سلام، خسته نباشید. با اولین فیلم آموزشی در خدمت شما هستیم. هدف ما توی این فیلم آموزش کاشت سبزیجات هستش. خب همونجور که میبینید خاک ما توی گلدون ریختیم، بذر رو روی دستمون میریزیم و مثل نمک بذر رو روی سطح خاک میپاشیم. فاصله بذرها یا فاصله بوته ها روی پاکت ها توضیح داده شده. هر محصول مختص خودش هستش. به این صورت بذرها رو روی سطح خاک پخش میکنیم، سپس به اندازه ضخامت بذرها روی اونا خاک یا کود میریزیم. توجه داشته باشید خاک یا کود آنقدر کلا میریزیم که بذرها رو با چشمون نتونیم ببینیم دیگه. به این صورت کامل روی سطح بذر رو میپوشونیم. بعد نوبت مرحله آبیاری میرسه. تو مرحله آبیاری حواستون باشه که آبیاری به صورت غرقابی باشه، یعنی به اندازه 1 بند انگشت آب بالای سطح خاک بیاد. مجدد 2 الی 3 روز بعد آبیاری میکنیم تا بذرها جوونه بزنن. نوبت آبیاری‌های بعدی هم روی پاکت هر محصول توضیح داده شده. مرسی.